با سلام خدمت دوستان و عزیزان کانال لایفپیدیا. آه، همونطور که قبلا هم صحبت کردیم، قرارمون هست که توی این کانال حرفای خوب و مهم بزنیم تا اونجا که ممکنه. مناسب دیدم که راجع به یک شخصیت مهم تاریخ علم به نظر خودم صحبت بکنم که متاسفانه کمتر شناخته شده. جردانو برونو، یک فیلسوف، ریاضیدان، کیهانشناس ایتالیایی و برای قرن 16 بود. البته ما فیلسوف های بسیار قوی تر از ایشون، ریاضیدان های بسیار بهتر از ایشون و کیهانشناس های بسیار مهمتر از ایشون هم داریم، اما اون چیزی که جردانو برونو رو متمایز میکنه و برای من بسیار قابل احترام میکنه این هستش که حالا راجبش صحبت میکنیم که به نظر میاد در تاریخ و تاریخ علم اولین فردی هست که در برابر خرافات ایستاد و حرف درست رو زد و هزینه بسیار سنگین و گزافی هم پرداخت راجبش. بسیار شجاع و بسیار عقل محور و بسیار خرد دوست بود این فیلسوف. شاید میشه گفت بهترین چیزی که راجبش میشه گفت فیلسوف هستش. جردانو برونو تو سال 1548 در نولا که در واقع ایتالیای کنونی میشه، در واقع در ایتالیای کنونی میشه، به دنیا اومد. این تاریخ میشه حدود 15-20 سال قبل از گالیله، برای که یک دستمون بیاد که ما راجع به کی داریم صحبت میکنیم. ما داریم راجع به زمانی صحبت میکنیم که حدود 20 سال بعد از این گالیله تازه به دنیا آمده. اون بحث های چرخش زمین و اینا رو به وجود آورد. مثل خیلی از اهالی نولا در ایتالیا که بسیار مذهبی بودن اون موقع، در 17 سالگی وارد یک صومعه‌ای شد به نام دومینیکن و بسیار هم موفق بود تو تحصیلات الهیات و فلسفه و منطق دینی و بعد از اون بود که اسم جردانو رو برای خودش انتخاب کرد. در صومعه که زندگی میکرد خیلی دسترسی داشت به کتب فلسفه و منطق پیشینیان خودش و خیلی زیاد تونست راجع به موضوعات مختلفی تحقیق بکنه. تا اینجا همه چی خب با منطقی پیش میره، مثل هر محصل دیگه که تو صومعه بوده زندگی خودش رو، در واقع زندگی دینی مذهبی خودش رو ادامه داد، تا اینکه پس مطالعات احساس کرد یه چیزی داره کار نمیکنه توی مطالعات. اون نظریه کوپرنیک که قبل از اون کوپرنیک گفته بود که خورشید مرکزیت داره در جهان و بسیار هم هزینه پرداخت کرده بود کوپرنیک و در واقع یک نوع تابو شده بود در جامعه اون روز ایتالیا و اون روز اون منطقه. با اینکه یک عالم دینی بود و در صومعه درس خونده بود، اومد از نظریه کوپرنیک دفاع کرد. شما متوجه باشید که در صومعه که کاملا همه چیز در راستای اینه که ما از عقاید مذهبی دفاع کنیم و در واقع دسترسیمون بیشتر به عقاید مذهبی هست، از پس اونها جردانو برونو به یک سری تناقض رسید و احساس کرد که خب کوپرنیک درست میگفته و کلیسا داره غلط میگه. کوپرنیک میگفت خورشید مرکز جهانه و نه زمین و کتب مذهبی و کلیسا چیز دیگه میگفتن. با اینکه در کلیسا بود حرف کوپرنیک رو تایید کرد. این اولین جایی بود که نسبت به خط کلیسا ایشون زاویه پیدا کرد و بعد رسید به اعتقاد به جهان نامتناهی و اعتقاد به وجود سیارات متعدد. بازم تاکید میکنم ما داریم راجع به قرن 16 صحبت میکنیم، نه تلسکوپی اون موقع بوده و نه کسی چیز دیگه ای گفته بوده
اما روشنگر و با یک در واقع دل حقیقتجو به کتب مذهبی نگاه میکرد و کوپرنیک مرتد اعلام شده رو تایید میکرد. میکرد یک فلسفه برای خودش ایجاد کردن، یک فلسفه نو افلاطونی، و بعد بر اساس اون اومد نظریات خودش رو گسترش داد و بسیاری از آموزهای کلیسا رو زیر سوال برد، که مثلا بحث تثلیث که بحث پدر پسر روح القدس در مسیحیت کاتولیک بود، و یا بحث تجسد مسیح یا مسیح به شکل جسم و جسد باز خواهد گشت در موجودات دیگر، اینا رو کلا برد زیر سوال و در واقع شک کرد. و این شک بسیار مهم و واقعا این شک چیزی بود که جردانو برونو رو متمایز میکرد، و این احترام به شک خودش و این پایبندی به شک خودش در زمینهای مختلفی با کلیسا تعارض پیدا کرد. به شدت انتقاد میکرد، واضح انتقاد میکرد از آموزهای کلیسا و فسادی که توی کلیسا بود، و در واقع به گونه‌ای از صومعه اخراج شد و خودش هم ترک کرد و شروع کرد به سفر کردن در اروپا. ما راجع به اروپای اواخر قرون وسطایی صحبت میکنیم که به شدت مذهبیه، به شدت کاتولیکه. یک سری در جای جای اروپا یک سری اتفاقای شروع شده برای مخالفت با خرافه در دین. خیلی طول نکشید که کلیساها تکفیرش کردن. جردانو برونو رو به عنوان یک مرتد، ملحد و کسی که شک کرده به شدت مورد آزار و اذیت قرار دادن و اصلا راهش نمیدادن. مدت‌ها مجبور شد که مخفیانه زندگی کنه و حتی بهش لقب جادوگری دادن، چون که وای میساد و حرفشو میزد جمع میشدن و این اصلا خوشایند نبود برای کلیسا. از پی این سفرهایی که انجام داد شروع کرد عقاید خودش رو گسترش دادن و تدریس کردن توی ژنو، تو سوئیس، تو تولوز فرانسه، پاریس، لندن و شهرهای مختلف اروپا شروع کرد تدریس کردن. شروع کرد آثارش رو مکتوب کردن، آثار مهم فلسفی و گیاهشناختی رادیکال، طوری که اصلا هیچ کس قبول نداشت، رو شروع کرد با جسارت و شهامت اینا رو انتشار دادن، راجبشون صحبت کردن. و وقتی میگیم انتشار، ما طبیعتا راجب چاپ با تیراژ زیاد صحبت نمی کنیم. بسیاری مواقع شروع میکرد جزوات خودش رو با دست خودش نوشتن و بر بین مردم پخش کردن، برای اینکه اعتقاد داشت کارش به عنوان یک فیلسوف روشنگریه، کارش تابع بودن و یا تبعیت از آموزه های پیشینیان نیست. این در واقع علاقمندیش به بحث براش شهرت ایجاد کرد. طبیعتا همونطور گفتم اواخر قرون وسطا شروع شده بود در اروپا کردن به حرفهای هزاران ساله یا 1000 ساله کلیسا. بعد از مدتی بازگشت به ایتالیا و دستگیر شد و به شهر روم مسترد شد. 8 سال در زندان موند و بسیار شکنجه شد و بسیار تحت بازجویی سخت قرار گرفت و ازش خواستند که نظریاتش رو عوض کنه، ولی او هر چقدر بیشتر تحت فشار قرار می گرفت بیشتر وقت داشت که فکر بکنه. همیشه از در زندان بودن، از این زمانهایی که در زندان بوده به نیکی یاد میکرده. میگفت من وقت دارم که فکر کنم و هر لحظه هم آماده هستم که نظر دیروز خودم عوض بکنم. و این عدم پایبندی و تعصب به نظر قبلی حتی خودش از اون یه چهره واقعا متفاوت میساخت، چیزی که همین الان واقعا میشه ازش یاد گرفت تو زندگی روزانمون. خیلی امیدوار بود، آدمی بود که بسیار تو حرفاش مطمئن بود که روزی
حرفهاش اثبات خواهد شد و مطمئن بود مردم روشن خواهد شد و حق رو به اون خواهند داد. اما متاسفانه در اون لحظات سخت، هر چقدر که کلیسا بهش فشار آورد از باورهاش امتناع نکرد. من دوباره برمیگردم به گالیله. ما همه داستان گالیله رو میدونیم که بوده 20 سال بعد از این یا 30 سال بعد از این موضوع، وقتی همین مسیر رو گالیله رفت و در دادگاه بهش گفتن یا امتناع کن و یا عقوبت خواهی داشت، گالیله گفت در واقع امتناع نکرد و گالیله گفت نظراتش اشتباه بوده و با اینکه اعتقاد داشت حرفش درست بود، فقط برای اینکه کشته نشه گالیله حرفش رو در دادگاه عوض کرد و اون داستان معروف که وقتی از دادگاه میومد بیرون با پا به زمین کوبید و به زمین گفت اینا من اینجا گفتم تو ثابتی، اما تو که میدونی میچرخی. در هر صورت من احترام زیادی برای گالیله قائلم، ولی جردانو برونو با امتناع کردن از در واقع انکار باورهاش خودش رو توی جایگاه دیگه‌ای قرار داد، جایگاه یک در واقع فیلسوف شجاع، جایگاه کسی که کار درست و حقیقت رو به کار آسان ترجیح میده. نهایتا او به مرگ محکوم شد و به شکل بسیار وحشتناکی در سال 1600 در میدانی در شهر روم زنده سوزانده شد و این همچنان اون رو و این سوزانده شدن و این سوختن جردانو برونو رو باز در صف کسانی قرار داد که به خاطر حقیقت کشته شدن. آثار زیاد مهم مکتوبی ازش به جا مونده. منتها 4 تاشو که من میخوام راجبش صحبت بکنم. یکیش اسمش از شام چهارشنبه خاکستر که یک در واقع نگاه تاییدی بر آثار کوپرنیک کیهانشناسی و فلسفه است. یک اثر مهم دیگه راجع به در واقع متافیزیک و وحدت وجود داره، بسیار قبلتر از اینکه وحدت وجود مطرح بشه و ترجمه کتابش میشه درباره علت، اصل و یگانگی که کتاب مختص فلسفه است، فلسفه و متافیزیک. و کتاب دیگه‌ای که داره راجع به نامتناهی بودن جهان صحبت میکنه و عقیده به نامتناهی بودن جهان، که هرچند ما الان میدونیم که جهان متناهی هست، منتها وقتی که جردانو برونو راجع به نامتناهی بودن صحبت میکنه، در اون لحظه بحثش اینه که جهان فقط زمین نیست، ما بسیار سیارات داریم و عالم‌های دیگری داریم. و اسم کتاب درباره نامتناهی جهان و عوالم هست. و یکی دیگه از آثار بسیار بحث برانگیزش که بسیار ناراحت کرد کلیسا رو و شاید دلیل اصلی که زندانیش کردند یا بهانه اصلی زندانیش این کتاب بود، کتاب طرد جانور پیروزمند هستش که از فسادهای مذهبی و اخلاقی که در کلیساهای اون موقع بود انتقاد میکرد و راجبش صحبت میکرد خیلی باز. میراث مهمی داره جردانو برونو. حالا قبل از اینکه راجب میراثش صحبت بکنم، این مجسمه جردانو برونو هست در حال حاضر در شهر روم، رو به واتیکان ایستاده و دقیقاً در همین نقطه‌ای که جردانو برونو رو سوزوندن این مجسمه وجود داره و یک نگاه با معنا به کلیسای کاتولیک داره میکنه. بسیار نمادینه. من هر دفعه به این موضوع فکر میکنم که مجسمه با این عظمت در محلی که این فرد سوزانده شده مجسمه ساختن، این بیش از هر موقعی حقانیت این فرد نشون میده. ما الان میدونیم که او حق داشت و کلیسا حق نداشت و او میدونست که حق داره و او میدونست با یک انکار ساده از حرفای خودش برگرده و به اون شکل دردناک زنده سوزانده نشه. برای من بسیار با ارزشه. من احساس میکنم
کسی مثل جردانو برونو پایه های خرافات مذهبی رو برای اولین بار شروع کرد شکوند و اصلا شاید میشه گفت پدر تغییرات بود در اروپا و با جردانو برونو یک پایانی بر قرون وسطا آغاز شد. برای آدمایی که میشناسنش جردانو برونو رو، او همواره نماد آزادیه و کسی که بر علم و فلسفه مدرن تاثیر بسیاری گذاشته و به عنوان شهید راه روشنگری، شهید راه علم، شهید راه مخالفت با خرافات همواره ازش یاد میشه و در بسیاری کشورها به نام او بزرگداشتی برگزار میشه و ساله به خصوص در خود ایتالیا. و یک شرمندگی وجود داره در بین اهالی روم و اهالی واتیکان همین الان که بلایی که سر این فیلسوف روشنگر آوردن همچنان باعث شرمندگی کلیسا هست. تصور زنده سوزانده شدن و یا سوختن در کلیسا در نقطه‌ای رو در انظار عمومی بکنید و این مجسمه زیبا که در همون نقطه ساخته شده. و در آخر میشه گفت جردانو برونو فیلسوفی پیشرو ولی قربانی تعصب پیرامون خودش بود. زندگی او اهمیت حفظ آزادی اندیشه و بیان رو نشون داد و در تاریخ علم و فلسفه همواره ماندگاره و الهام بخش جویندگان حقیقت. راهش پر ره رو باد. اگر علاقه به این گونه مباحث هستید لطفاً از کانال لایفپیدیا حمایت بکنید. امیدوارم که این 17 دقیقی که گذروندید با من رو احساس بکنید ارزشمند بوده. فعلا خداحافظ.